خانم و آقایون به شدت خوش اومدید به قسمت ششم برنامه تصویری یک ساعت با زیرزمین. من علیم و کنارم سلام، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. برای اولین بار خیلی تلاش کردم وقتی علی حرف میزنه از اون خنده‌های معروفم انجام ندم و الان در خدمتتون. خب عرض کنم به خدمتتون که ما امروز یه مهمونی داریم که قبلا اومد تو پادکست ولی بنا به دلایلی که خودشون دوست داشتن یا دوست نداشتن اون قسمت پخش نشد. علی اوج توی فصل صوتی فصل دوم بود. علی اوج توی قسمت اول از فصل دوم پادکست مهمون ما بود، با هم برنامه رو ضبط ولی به هر دلیلی نشد که برنامه رو پخش بکنیم و حالا طبق یه سری صحبتایی که کردیم جلوتر توی توییتر و توی اینستاگرام با هم دیگه به این نتیجه رسیدیم که آقا برنامه به اون خوبی بود، چرا پخش نکردیم؟ پس بریم همین الان یه برنامه حالا که تصویریه بگیریم با هم و عشق و حال. نتیجتا امروز ما میزبان علی اوج و آیین عزیز هستیم. بله، مرسی از اسپانسر برنامه سیگنال بدم و کتاب فروشی دی که این لوکیشن خفن رو در اختیار ما قرار دادن و شما انقدر دوست داشتین برنامه و لوکیشنمون رو. امیدوارم از قسمت قبلی و قسمت‌های قبل‌ترش و قسمت‌های بعدی لذت ببرید. یه چیزی مثل همیشه یه تشکر ویژه بابت حمایتاتون. خیلی تشکر کردیم ولی هر چقدر تشکر کنیم بازم کمه. یوتیوب هم سابسکرایب کنید، اینستاگرام فالو کنید. همه نظراتتون رو میدونیم که میخونیم. خیلی مخلصیم. دم شما گرم، مرسی ازتون. بریم برای مصاحبه. با گذشت زمان رپ در ایران رفته رفته ماهیت خود را به سمت اعتراضهای مدنی پیش برد تا جایی که بسیاری از هنرمندانی که در سالهای 90 تا 93 وارد جریان موسیقی رپ در ایران شدند خودشان را وامدار و وارث شعرهای معاصر و پیشین می‌دانند. با وجود برچسب‌ها و ناملایمتی‌های اشتباه رسانه‌ها این سبک از موسیقی نزدیک به 2 دهه حیات خود را حفظ کرده است. هنرمندانی که نسل به نسل دوشادوش یکدیگر این فرهنگ را از زیرزمین‌ها به داخل ماشین‌ها و خانه‌ها بردند و خود را عاری از سانسور بدون چشداش به گوش‌های مخاطبانشان عرضه کردند. آیین و اوج اینجا در یک ساعت با زیرزمین. خیلی خیلی خوش اومدین به یه ساعت با زیرزمین. رفتیم تو معرفی رو دیدیم، برگشتیم مهمونا علی اوج و آیین اینجا در یک ساعت با زیرزمین. برای شروع هر صحبتی دارین بفرمایید. اون دوربین شماست، اونا هست. من خیلی خوشحالم اولا اینکه دوباره تونستیم صحبت این دفعه تصویری انجام بدیم. امیدوارم متفاوت باشه واسه شنونده‌ها و بیننده‌ها و امیدوارم که همه لذت ببرن از این سال. مخلصم. سلام و عرض ادب خدمت همگی. امیدوارم هر جا که هستین خوب و شاد و سرحال باشین. خوشحالم که اینجا. برو بریم. ما بیشتر. مرسی ازت. دمت گرم. اول اینکه یه اتفاق خوب افتاد، من و علی دوباره جامون رو عوض کردیم، برگشتیم به فرمت قبلی. دفعه قبل مشکل داشتیم. بریم سر مصاحبه. آیین تو دی ماه 96 مهمون ما بود. نزدیک 3 سال گذشته. ما امروز داشتیم تاریخشو نگاه می‌کردیم، خودمون هم تعجب کردیم. دی ماه 96 با هم توی فصل دوم پادکست صحبت کردیم. برام بگو که طی این تقریبا 3 سال چه تغییراتی کردی؟ آیینی که دی ماه 96 با یک ساعت با زیرزمین صحبت کرد در مقایسه با آیین الان بخوای خودت مقایسه کنی، چه اتفاقاتی افتاد، چه تغییراتی کردی؟ والا ببین اولین نکته‌ای که خودم احساس کردم باید تغییر بدم اینه که یکم کارهام حالا به قول انگلیسی‌ها ایزی لیسنینگ تر شه و یکم از اون شعرهای حالا پیچیده‌ای که شنونده باید سعی کنه تا بفهمه که من چی میگم، جدا اینکه شاید حرف من غنی باشه یا غنی نباشه، یکم اون فازمو عوض کنم، یکم شعرها ساده‌تر، یکم مینیمال‌تر و بتونم سبک‌های مختلف کار کنم که اگه دقت کنی از اون موقع هم احساسی اضافه شده تو کارم، حالا کلیشه‌ایش میگن احساسی یا لاف، حالا بعدی میاد و همین بیشتر سعی کردم از اون حالت اجتماعی سیاسی که آیین نوار یا حداقل تا همون دی 96 اون طرز فکر رو داشتم از اون بیام بیرون، یکم کارهایی بدم که برای شنونده باشه، نه فاز شخصی باشه و امیدوارم که موفق بوده باشم. آخه یادم اون موقع مد بود، یعنی این سبک نوشتن چند پهلو نویسی اون موقع ترند بود، موقع مد. درسته. و تو خودت هم که از افرادی که اینجوری خیلی مینوشتی، خیلی هم موقع آره بله مورد سله بود، ولی خب تغییر دادی گفتی. بله الان احساس میکنم باید با زمان تغییر کرد. یعنی اگه من بخوام همون باشم، جدا اینکه خیلی‌ها میگن ما آیین نوار رو می‌خوایم، آیین نوار رو می‌خوایم، ولی
به نظرم آدم هم خودش عوض میشه، هم معیاراش، هم سلیقه‌اش، هم نوع شعر گفتنش. این قضیه که ما آیین فلان ترک رو می‌خوایم، آیین فلان آلبوم می‌خوایم، برای همه آرتیست‌ها کافیه فقط یه ترک هیت بدید، آقا چی شد دوباره هم یه دونه دیگه. یعنی به قول تو اون ترک رو اون اسمو میگن اونجوری کار بده، اون چی شد. ولی به هر حال سعی که کردم، امیدوارم که بتونم موفق باشم، اگه نبودم هم در آینده بتونم ثبتش کنم. خب علی جون، شما توی پادکست با ما بودی، حالا من قبل از اینکه تشریف بیارین تو داشتم توضیح میدادم که حالا به هر دلیلی نتونستیم اون برنامه رو پخش بکنیم، ولی سوالیه که جا مونده از پادکست هاست و ما از مهمون جدیدامون هم همیشه میپرسیم. جرقه ابتدایی که تصمیم گرفتی رپ بخونی و رپر بشی یا رپ خون بشی، هر چیزی که اسمشو میذاری، خیلی کوتاه میشه برامون بگی؟ چرا این سوال داری میپرسیم؟ چون کاراکتر علی اوج یه جورایی تو فکر کنم جزء تاریخ زنده این جریان. بله. از اول بودی، اتفاقی داشتی میفته، با نیکنیم دیگه هم بودی. خیلی جالب میشه برامون علیکین داره. خیلی جالب میشه برامون بتونیم از زاویه نگاه خودت ببینیم چی شده اون موقع که تو یهو به خودت اومدی و خواستی که وارد این بازی شی. داش والا من 10 سالم بود که دوست قدیمی داشتیم، اسمش حامد بود. حامد خانواده‌اش خیلی اهل موسیقی بودن، باباش راک گوش میداد، داداشاش رپ گوش میدادن. دیگه باعث شدن که ما کلا با رپ و راک و این سبکا آشنا بشیم. یه روز رضا گفتش که چرا خودمون نخونیم، بیا یا آلبومی درست کنیم. گفتم آلبوم بخوایم درست کنیم باید میکروفون باشه، دم تشکیلات داستان اینا. گفتش که نه، بیا با همین میکروفون چت یا آلبومی رو با هم ضبط کنیم. حالا اوایل که کاور مینوشتیم، ولی اون آلبومی رو که ضبط کردیم دیگه شعرهایی بود که دست نوشته خودمون بود، فلوش واسه خودمون بود. بعدش اسم آهنگم بودش وقت کثیف که دیگه اومده و این انگیزه درست شد که هی کار بدیم. بعد اون دوره من کارگری میکردم، آرایشگاه کار میکردم، قالب سازی، تراشکاری، این شاخه اون شاخه میپریدم، حقوقمون رو میدادیم، کاست میگرفتیم، پخش میکردیم، دست دوستامون میدادیم. دیگه همینطوری کم کم جریان گسترده‌تر شد و رضا تصمیم گرفت که کاراشو خیلی رسمی‌تر ضبط کنه. اما من اعتماد به نفسشو نداشتم حقیقتش، برم پشت میکروفون و آهنگای رسمی ضبط کنم. واسه همین دیگه رفتم تو میتینگ و 80 تا 85، یعنی از 11 سالگی تا همونی که میشه 85 دیگه تو میتینگ فعالیت کردم و جریان سازی این شکلی بود. چی باید بگم که خیلی چیزی جالبه. خب آقا یه سوال دیگه، چرا هیچ کدومتون توی این چند سال اخیر آلبوم بلند ندیدید؟ اصلا این موزل شده و با همه مهمونات در موردش صحبت میکنیم. یعنی نشستیم نگاه کردیم دیدیم تعداد آلبوم‌های بلند بچه‌ها خیلی کمه. شاید کل آلبوم بلندایی که توی 10 سال اخیر اومده فکر کنم 5-6 تا نباشه. اکثرا همه دارن ایپی میدن. این اول خودت بگید. ببین اولا آلبوم بلند جمع کردن خودتونم میدونید که کار سختیه. تو رپ فارسی تو ایران این سخت‌تر میشه، چون هم منیجر خیلی خاصی هست که هماهنگی‌ها رو انجام بده، نه هیچ کی کار خودش رو درست انجام میده. ولی کلا من به نظرم بچه‌ها ناز دارن. یعنی به نظرم تو مثلا میای پیشنهاد همکاری میدی، میگی من احساس میکنم که میخوره این داستان، تو صدات میخوره به این داستان، اون میگه نه چون اون هست من نمیام. یعنی کما که من این وسط هویجم واسش واقعا باز به این فکر میکنه که چه مهمونی هست که من نیام. میدونی اینا به نظر من دیگه گذشته. یعنی الان بعد 20-22 سال فکر کنم رپ فارسی تاریخ داره، از نمیدونم درست دارم میگم ولی هم فارسی نزدیک 20 شد 20 سال. ولی دیگه این بچه بازی‌ها و این که این چیزا سختش میکنه. ببین تو اگه بدونی بیای توی ورس قوی کار میکنی 10 از 10 ورست میگیره تموم میکنی، میگه دیگه تضادی نداری، میای کار میکنی. ولی یه جا هست یارو نمیخواد با یکی کار کنه، شخصا حال نمیکنه، رپ یارو رو قبول نداره، اونم کاملا جدا. ولی اینا میگم یعنی موانعی که هست بیشترین به نظر من همین ناز کردنیه که چه آهنگساز چه رپ کن در مقابل همکاراش داره. خیلی هم زیاده این قضیه. خیلی دیگه میگم دیگه یه جوری دخترونه داره که بعد 20 چند سال هنوز حل نشده، اصلا عجیبه. حلم نمیشه. و به نظر تو پس من اینجوری نتیجه گرفتم، تو گفتی یکی از دلایلی که آلبوم بلند نداریم سخت بودن همکاری چیدن توی مجموعه است. و دیگه به نظر چی؟
والا من خودم چون به زودی تو خودت آلبوم بلند ندارم، ولی در حال تولید یک آلبوم بلندم که سعی میکنم تو پاییز بیاد، ولی خود من هم خیلی مشکلات داشتم، خیلی کنسلی ها بوده. آره ولی خیلی کنسلی ها بوده و اینا، ولی به قول معروف زیر تیغ جراحیه. پس دلت خون بود از هم. آره من هم دیدم داره، ولی به قول هر دوتون دوست داشتم تو کارنامه‌ام یه آلبوم بلند باشه. خیلی تو چی؟ آلبوم بلند یعنی چند تا ترک دقیقاً؟ از 6 تا بالا یا 25 دقیقه به بالا. این تو چند سال اخیر منظورم، مثلا توی 5 یا 6 سال اخیر مثلا. آخه یه چیزی هم هستش، ما معمولا فکر می‌کنیم که آلبوم EP و آلبوم LP بر طبق ترک چیده میشه، ولی من یه جایی متوجه شدم که بر طبق تایم. یعنی مثلا میگن تایم آلبوم اگه زیر 25 باشه، زیر 30 یا 25 اون بازم EP حساب میشه. اصلش بر اساس واینیله، یعنی اصلا EP و LP از اینجا شروع میشه که لنتی که روی اون واینیل ضبط می‌شده 2 تا مدل داشتن واینیلا، یه سریش 25 دقیقه‌ای بوده که بهش میگفتن اکستندد پلی EP، یه دونه هم LP بوده که این بزرگوارش میگن لانگ پلی. خب از اونجایی که همیشه تعاریف عرف با تعاریف تو ایران فرق داره، معمولا تو ایران آلبوم 5 ترک هم میگن EP، حالا هر تایمی هم داره. خب من مقدار وسواسی هم حقیقتش دوست دارم سینگل بدم، اینجوری بیشتر حال میکنم. آلبوم هم باید فازش بیاد دیگه، کلا یهو دیدی همین فرد آلبوم یهو دیدی اصلا کار نمیاد. مثلا یه مقطعی یادم به قول خودت خیلی حالش اومده بود، دادم هفته یه دونه ترک میدم. آره دیگه، بعد با همه بچه‌ها اوکی ام، یعنی توکس میکنم کارا رو، مثلا 5 6 تا آهنگسازو میریزم تو داستان، میکس مستر کارا رو زیاد میکنم، همینجوری مینویسیم میره همینجوری کارا پر میشه. حالا گاهی اوقات سینگل، گاهی اوقات آلبوم، ولی فعلا قصدشو نداره. آلبوم بلند اصلا کلا با آلبوم فکر نمی‌کنیم فعلا. نه بیشتر الان به ویدیو فکر میکنم. دوست دارم با دنسرها گرافیتی کارو بیشتر کار کنم. میدونین خیلی‌ها فکر میکنن اتحاده فقط این شکلیه که یه رپکن با یه رپکن بخونه، در صورتی که هر رپکنی خودش میتونه با کلی دیگه از بچه‌ها که تو شاخه‌های هیپ هاپ هستن لاین‌های زیادی داشته باشه. و من الان بیشتر فوکوسم روی اینه که با شاخه‌های دیگه کار کنم، با دنسرها گرافیتی کارا، پی ام ایکس کارا، حتی نقاشا. ولی خب میدونید این قضیه اتحادو که گفتی، من یاد قسمت قبلی افتادم. تو قسمت قبلی ما در مورد اتحاد داشتیم صحبت می‌کردیم با مزراب و بنیامین و حالا یه مجموعه صحبتایی شد و تهش به نتیجه رسیدیم که مزراب و بنیامین گفتن آقا ما با مقوله اتحاد خیلی موافق نیستیم و به نظر اون بحث شعاریه. بحثی بود که گفت ما با اتحاد موافق نیستیم ولی با همدلی چرا؟ آره. یعنی اینکه قبول کنیم که همه توی خانواده این مشکلی نیست، ولی اینکه همه با هم هی کار کنیم، هی متحد بودن رو نه، خیلی موافق نیستیم. تو خودت علی که از افرادی هستی که توی کاراکتر جدید آرتیستیک از خودت نشون میدی، همیشه بحث اتحاد رو داشتی. دوستان یکم قضیه رو باز کنید، در موردش صحبت بکنی. اگه اتحاد رو بهش معتقدی، که فکر کنم قطعا معتقدی، چرا این اتحاد کمتر منجر به همکاری شده؟ تو چه کاری برای این قضیه کردی؟ و اصلا کلا با این مقوله‌ای که نه اتحاد یک شعاره و ما با همدلی موافق تریم، نظرت چیه در موردش؟ داداش از قدیم گفتن که دوری و دوستی، واسه اینکه تعادل هر چیزی حفظ شه، چه اتحاد تو هیپ هاپ، چه رابطه، هر چیزی باید یه فاصله و یه نفسی داشته باشه. من اتحادام لاینیه، امکان داره با یه رپکن 2 لاین اتحاد کنم، امکان داره با یکی 1 لاین اتحاد کنم، امکان داره با یکی 1000 تا لاین اتحاد کنم. بستگی داره عقایدمون و فازمون چجوری باشه. مثلا یکی از من میشینم پیشش یهو با هم کلی رفیق میشیم و کار میکنیم، یکی امکان داره اصلا با من حال نکنه. میدونی؟ یعنی من دوست دارم باش کار بکنم، اصلا طرف خوشش نیاد، خب خوشش نمیاد، من چیکار کنم؟ میدونی؟ ولی من همیشه تمام تلاشمو کردم تا با همه بچه‌ها کار کنم. یعنی همیشه دیداری اتفاق افتاده، پس فرداش ورسمو فرستادم، گفتم داشی هستی برو بریم براش، و هر کی هم پایه باشه اوکی باشه انجام میدم. و تا به امروز هم با خیلی از رپ‌کن‌ها کار کردم، با بچه‌های دیگه توی هیپ هاپ کار کردم و این ادامه خواهد داشت خیلی بیشتر. خب می‌بینید یه چیزی، من حالا بحث ما داره طولانی میشه ولی به ذهنم اومد، تو در مورد قضیه صحبت کردی که من عقایدم با هر آرتیستی توی قضیه به هم بخوره با هم کار میکنه. من بعضن چیزی که شنیدم رو بهت میگم، اگه آرتیستی بخواد به هر دلیلی از علی اوج انتقادی داشته باشه، معمولا در مورد این عقیده صحبت میکنه
و میگه که خب من به علی اوج منتقدم به خاطر اینکه احساس میکنم عقیده ثابتی بعضا توی کارش نداشته. برای توضیح میدم یعنی چی. یعنی که مثلا یک ترک خونده با یک محوریتی، یک ایدئولوژی و بعدن یک ترک دیگه داده در خلاف اون و بارها این قضیه دستمال انتقاد شده نسبت به خودت. من شنیدم، چیزی که شنیدم دارم بهت منتقل میکنم. نظر در مورد این قضیه چیه؟ چون میگن خب علی اوج کاراکتر داشت یه جور دیگه، حالا یه ترک دیگه میاد همون رو نقض میکنه. این بحثو من خیلی شنیدم. بخواید در موردش صحبت کنین. من که ربات نیستم، تغییر میکنم مثل همه شما. هر دقیقه یه اتفاق جدید میفته به من الهام میده واسه اینکه در موردش صحبت کنم. سهراب سپهری و شاملو و هدایت و اینا هم نیستم برام توی سکوتی یا با یه چیز خیلی پخته‌ای بیام. MC هم هستم، یعنی امکان داره حتی خودم رو دیس کنم، ولی تکامل پیدا کرده. اون عقایدی که قدیم بهش نقد میکردم الان اصلاح شده. یعنی من پذیرفتم که آره نقد وارد بوده، حرفتون درسته، برای جبرانش یه حرکت خوبم کردم و از تجربه‌ام استفاده کردم. این که دیگه بیان سرزنش کنن و اینو یه داستانی کنم واسه اینکه کار نکنم، نه حاجی نیستم. خب خیلی جالب بوده. یعنی من اینجوری نتیجه گرفتم که علی اوج الان جوری دورونو گفت که نسبت به خیلی از فعالیت‌های قدیمه اصلا باش همسو نیست دیگه. آره اصلا من یه جایی اصلا به خودم حال نکردم. میخوای اسم بیاری ترک خاصی رو یا نه؟ نه خودمون حدس بزنیم. خب اوکی. سوال بعدی، بگذاریم از این بحث. به نظرتون شیوه درست تعامل با مخاطب و آرتیست، شیوه درست تعاملش توی فضای مجازی باید چه شکلی باشه؟ توی توییتر، توی اینستاگرام بره نباشه که او بیاد با همه حرف بزنه؟ به نظرتون باید چه شکلی باشه؟ ببین من الان یه جا توییتی اپلودم زدم نوشتم آقا به هر قیمتی تولید محتوا نکنین، چون تابلوه واقعا. حالا الان باز نمیخوام اسم ببرم ولی طبیعتا میدونیم مثلا من دیدم یکی از بچه‌ها که رفیق خودم هم هست میاد از سیگار کشیدنش میگه استوری میذاره سیگار من نکشیدم این سودا رو کردم 6 ماه پاک کردم. ببین من میگم زندگی شخصی تو، غمت، مشکلاتت، حتی خوشی و خوشبختیت به شنونده ربط نداره، چون شنونده با موزیک تو ارتباط برقرار میکنه. مهم نیست تو کی ازدواج کردی، اگه اینجا عکس از زنش میذاره خودش میذاره، ولی مهم نیست، ما کاری نداریم اون زنش، ما با خود سهراب کار داریم. کسایی که فنشن واسه همین به نظر من خیلی داره همه چی قاطی میشه دیگه. یعنی همون حالا توییتر و این چیزا باز چیزایی هستن که آدم صرفا یه نوشته است، ولی تو اینستاگرام که همه میان لحظات خوشیشون رو عکس میگیرن، لحظات موفقیت رو میگیرن و خود زندگی بالا پایینه، فقط خوشی نیست. واسه همین فیکه دیگه. یعنی من مثلا خیلی ظاهر فیکی داره که تو یعنی تو خیلی ارتباط نزدیک گرفتن و مخاطب احساس میکنم خیلی موافقش نیست به هر قیمتی. نه یعنی اینکه آرتیست بیاد فضای زندگی شخصیشو با مخاطباش به اشتراک بذاره با این موضوع نیست. من نیست. و ارتباط گرفتن چی جوری باید ارتباط گرفت؟ دیدی بعضن شنونده‌های این جریان شاکی هم که آقا من مثلا میخوام با فلان آرتیست صحبت کنم به هر طریقی، حالا یه بحث کاری حتی شاید دوست دارم ایدئولوژیمو باهاش شیر بکنم، کجا باید باهاش صحبت کنم؟ ببین ماها که شاید 1/100 اون ور آب باشیم، ولی اون ور آب من فکر نمی‌کنم مخاطبی بتونه مستقیم با امینم بیاد صحبت کنه. حالا من امینم نه که خودم مثال نمیشه، ولی مثلا امینم میاد تو فیسبوک میگه آقا من یه پرسش و پاسخ میذارم، دیدید دیگه شما بهتر چه کیوانه گذاشته به تازگی میذارم چیزی بود جواب میاد در همین حد، چون تو نمیتونی بیای میدونی همش با صحبت کنی با مخاطب با موزیک تو ارتباط برقرار میکنه. این تو قرار نیستش این وسط چیز باشی، متکلم وحده باشی، هی بیای سخنرانی کنی، صحبت کنی، از تجربیاتت بگی، میدونی این نیستش. موزیک آقا کار ما موزیکه. حالا من نظرم به هر حال اینه. علی نظرت چیه؟ خب هر کسی یه سبکی داره دیگه، من نمیتونم بگم بقیه چجوری باشن چجوری نباشن، نظر شخصیه. من که خودم قدیم اصلا آشیایی بودم، استوری اصلا نمیشد استوری نذارم، ولی جدیدا اینطوری نیست. عکس‌ها همه HD، ویدیو همه HD، موزیکا حرفه‌ای. چند وقت یه بارم یه مصاحبه‌ای که تر و تمیز باشه مثل همینجا. لطفاً. بعد اینکه اگه فکر کنم مطلبی میتونه کمک مخاطبم باشه، میام خیلی کوتاه تو موزیکم میگم دیگه، چون مخاطب من با کاراکتر موزیکی من بیشتر حال میکنه.
و سعی میکنم که اونجا اون مطلب رو ارائه بدم. اگه هم مودش بیاد امکان داره یهو بیام لایو یهو بیام استوری. میگم مودی ام مثلا یه مقطعی یادمه خیلی تلگرام فعال بودی، وایسای 10 دقیقه 15 دقیقه میدادی مفصل صحبت. اون موقع مود تلگرام بوده. آره. توییتر هم نیستی اگه اشتباه نکنم. آره یه بار اومدیم با داشتن آخرین خیلی کم فعال منجر شد به اینکه اومد تو برنامه دیگه. خدا رو شکر آخرش خطو بخیر شد. خب آقای آیش چرا اینقدر تو توییتر حاشیه؟ خواستم من بپرسم. من گفتم من فکر کنم مثلا حرفی نزنم توییتر رو دی اکتیو کنم که ملت کلا راحت باشن. نه ببین کسایی که با تو تعامل نزدیک دارن و مثلا 3-4 دفعه 2 دفعه دیده باشن میدونن چه جوری توییتر رو نوشتی. من میدونم من چه تیپ آدمیم. یه معضلی وجود داره که توی نوشتار کلا لحن آدما مشخص نیست. یعنی الان تو مهربونم یه چیزی بنویسی امکان داره برداشت خیلی جدی ازش بشه. خیلی زشته. اگر ایموجی استفاده کنم توییتر نمیشه اصلا جاش. چیکار کنیم ما این داستان توییتر؟ ما هر وقت داریم یه پیج اینستا رو نگاه می‌کنیم توییتر رو باز می‌کنیم داریم نظر جنجالی آیین در مورد من دعوا نمی‌کنم. من فقط بحثم اینه که میگن این تو چرا نظر میدی؟ خب بحث اینه. منم میگم آقا مثلا به عنوان کوچکترین عضو رپ فوج من هیچ وقت نه ادعا کردم من منتقدم ولی آقا من نظر من اینه. من آقا چندین ساله از سال 86 که با بابک تهران من کار کردم دارم کار میکنم. موسیقی رو میشناسم. بس کاره. هست من گوش ندادم. آره نه مگه یعنی دارم میشناسم. حالا اون موقع بلد نبودم ولی الان دیگه بعد 10-12 سال من میشناسم موزیک خوبو در حد خودم. باز نمیگم که من خیلی فلان بیسم. ولی اینه من میام نظر میدم ملت اون چیزی که دوست دارن بشنون تو میخوام بشنوم. میدونی یعنی تو اگه یارو فن مثلا شایعه من در مورد شایعه چیزی میگم من بهش حق میدم بیاد به من بتوپه ولی حق نمیدم بهش فوش خار مادر بدم. اون که 100 داره. ولی در مورد حواشی ایجاد شده در صفحات مجازی داشتیم صحبت می‌کردیم. تو گفتی که من هر دو حالت رو داشتم. نگاه جالب میتونست به این قضیه داشته باشی. برام توضیح بده اینکه الان البته من میدونم الان طبیعتاً چه روشی رو انتخاب می‌کنی ولی خب برای مخاطبان بخوای بگی هم بحث وارد کردن حواشی به صفحات مجازی توی دوره کاری داشتی هم الانی که نداری قطعاً و دو تا حالت رو تجربه کردی. بخوای این تجربه رو مخاطبمون شیر بکنی. خب درستش اینه که نظر حرفه‌ای سازنده بدی دیگه. اینو همه مخاطبا و آرتیستا میدونن. اونایی هم که حالا فوش میدن آزمونه دیگه. بالاخره یه روز ادب یاد میگیرن و میان نقدشون رو درست میگن. چون من خودم به عنوان آرتیست قدیم اومدم حتی تو آهنگم فوش دادم. دیگه چه انتظاری از مخاطب میره؟ میدونی تو دیسترکی داشتی که تو دیسترک فوش دادی. فوش اصلا ببین چی میشه که فوش میدن. این فرهنگو خود رپیا میسازن که مخاطبم به خودش این اجازه رو میده. و من برای اینکه اصلاح کنم این جریانو اومدم کار هدفمند خوندم و بعدش هم اومدم گفتم مخاطبی که دیدت از من اون بوده ببین که من دارم این کارو میکنم و نسبت به کاری که کردم ابراز پشیمونی دارم. تو در حال حاضر با فوش دادن تو ترک مشکل داری یا نه؟ ببین هر چقدر که دایره لغات گسترده تر باشه سطح سواد بالاتر باشه نیازی به اون فوشه نیست. این یه بخششه. یه جا هم هست یهو میاد میدونی چی میگم؟ یعنی عمدی نیست. یعنی تو بیان عصبانیت یا بیان حالت اگه اون فوش رو نگی در از خودتو سانسور کردی اینجوری بگم. آره دیگه. ولی خب بهتره که فوش نباشه. میدونی چرا؟ حیفه. وقتی میتونه یه کار گسترده تر شه بین حتی افراد سن بالاتر افراد با فرهنگ‌تر بره چرا نره؟ مثلا سر یه دونه فوش و یه بوقی یه سانسوری حرکتی دیگه. در کل که مخاطبا خیلی بهتر شدن نسبت به قبل. قدیم اینطوری نبود. ولی خب اینا از خود رپیا میاد دیگه. یه چیزی برای من جالب شد این تغییری که تو ازش حرف میزنی، تغییری که تو کاراکترت ایجاد شده، تغییری که توی برخورد توی موزیک، ایدئولوژیا، تغییری که توی نحوه اداره صفحات مجازی هستش. اصلا اینا چوری به وجود اومد برات؟ علیوج یه زمان خیلی عصبانی بود. خانم جی جی و فلان و بیسار به همه چی واکنش نشون میداد. خیلی عصبانی بود. هر روز بیشتر عصبانی تر میشد.
درست به همه چی انتقاد داشت و یه کاراکتر دیگه شد که آرومه. این تغییرات رو چجوری بهش رسید؟ این تغییره چجوری اتفاق؟ ببین همه چی به اطراف آدم برمیگرده، خارج از این که به خودمونم برمیگرده. من قدیم خیلی مثلا پارک میرفتم، با بچه‌هایی رفت آمد میکردم که خیلی ادبیات خیابونی داشتن، چیزایی که راجع بهش صحبت میکردن زیاد پر نبود، میدونی؟ یه جورایی ذهن آدمو تو حاشیه میبرد. یه روزی تصمیم گرفتم کلا پاکسازی کنم، مثلا جریان رو کنسل کنم، همون رو رفتم ولیعصر تئاتر شهر با بچه‌های تئاتری. بعد دیدم بابا چقدر آدمای باشعور و پخته‌ای هستن، اونا رو من تاثیر گذاشتن. گفتن که بابا مثلا شما به عنوان هنرجو، آرتیست یا هر چیزی هست، باعث یه سری جریانا رو رعایت کنی، چون مردم دارن میبینن، یاد میگیرن، تو وظیفه داری، مسئولیت داری فلان. یه سری چیزای خوب بهم یاد دادن و منم تمرینشون کردم. خب سخت بود یهو بخوام اینو عوض کنم، میدونی؟ حالا خیلی هم مخاطبا میگفتن نه تو داری ادا در میاری یا هر چیزی، در صورتی که خب تغییر میکنیم، میدونی؟ یه جا دیگه اشباح شدم نسبت به اون جریانی که در گذشته بوده. گفتم و بس دیگه، او داره سنت میاد بالا، ریشات داره سفید میشه، اصلا فازت چیه؟ خب بیا مثلا پخته ترش کن، هنری ترش کن، آدمای خفن تر رو بیار تو داستانه. الان مثلا من میخوام یه کاری بدم بیرون، با 10 نفر مشورت میکنم، یا میخوام یه پستی رو بذارم با کلی آدم مشورت میکنم. خیلی ها هستن پشت پرده که کمکم میکنن، من فقط موزیک میکنم، چون کار من اداره صفحات مجازی نیست. این که الان به این قضیه اشاره کردین، چند نفر هستن که از فیلتر اونا رد میشه، چون اگه بخواد به خودم باشه من هنوز یه مقدار رد هستم، یعنی امکان داره ولی یه فیلتری دارم، میدونی، که نمیذارن این اتفاق بیفته. یعنی میشینم باهم صحبت میکنم، میگن داستان چیه، و من موقعی که این بیرونیزی اتفاق میفته من باشون صحبت میکنم، آرومتر میشم. و این خوبه که یکی یا 2 نفر یا 3 نفر کنارت باشن که آتیشیت نکنن، بهت آرامش بدن. حرفت خوب بود. به عنوان میدونی شاید خیلی از افرادی که دارن این برنامه رو میبینن هنوز توی اون رنج سنی و تفکری توی به قول خودت توی پارک و میتینگ و نحوه رفتار اونجوری باشه. اونم خب یه دوره میدونی قطعا باید باشه، من مثلا نیستیم. دقیقاً یه دوره تو نوجوانی بودیم آقا، ما هم اشتباهات کردیم، تو پارک رفتیم این ور اون ور، ولی خب یه دوره است دیگه، تموم میشه میره، تجربه است، باید برسی به کتابخونه آخرش. متوجهم. خب بریم برمیگردیم. خیلی مخلصیم. سلام بچه‌ها، خوش اومدید به آیتم من از برنامه 100 با زیر زمین. من نیمام جوانیم وید. لینک کانال یوتیوب من رو میتونید تو دیسکریپشن ببینین. توی این آیتم از برنامه من توی هفته چیزی که نظرمو جلب کرده پیدا میکنم و در موردش صحبت میکنم و امیدوارم که یه گفتگوی هولوشش صورت بگیره و بتونیم توی توییتر، توی دیسکورد، هر جایی که ممکنه در موردش صحبت بکنیم. میریم سراغ سال 1391-92 موقعی که من توی خوابگاه یکی از دانشگاه‌های همین دور و بر بودم و حال اونقدر مساعدی نداشتم. داشتم تو اینترنت میگشتم، به یه ویدئویی برخوردم که توش یه سری پسر بچه توی یه خونه با یه سری اسلحه داشتن بالا پایین میپریدن و یه ویدئوی خیلی خامی بود با یه موزیک خیلی خامتر، ولی حسی که من از اون موزیک دریافت کردم یه حس متفاوتی بود، یه چیزی بود که تا الان از طریق هیپ هاپ حس نکرده بودم. این فضا باعث شد که این فضای اون موزیک، اون حسی که بهم منتقل کرد، باعث شد که من کم کم به سمت این برم که چه فاکتوری توی این سبک وجود داره که منو به سمت خودش جلب میکنه. امروز میخوایم بریم سراغ جایی که دریل توش متولد شده، شکل گرفته و هویت خودش رو پیدا کرده، شیکاگو. واسه اینکه بفهمیم که دریل از کجا به وجود اومده، باید 50-60 سال برگردیم عقب. شیکاگو همیشه یکی از پایگاه‌های فعالیت مافیا بود. آل کاپون و ماباس هایی که توی اون حوزه فعالیت میکردن، شیکاگو رو به خاطر تعداد معتاد زیاد و جمعیت بالاش همیشه به عنوان یکی از مرکز و هاب‌های قاچاق مواد مخدرشون مورد استفاده قرار میدادن. حول و حوش اون افراد و اون فضا یه سری گنگ‌ها برای توزیع مواد مخدر، برای ایجاد زنجیره تأمین محلی مواد مخدر به وجود اومد. اون گنگ‌ها معمولاً از محله‌های فقیرنشین بیرون می اومدن که سیاه پوست یا لاتینو بودن.
گنگ هایی که داریم درموردش صحبت میکنیم مثل بلک دیسایپلز، مثل گنگستر دیسایپلز، مثل بلک پیستونز یا فور کورنر هاسلرز گنگ های بزرگی بودن و کم کم با گذر زمان و کمرنگ شدن مافیا این گنگ ها هویت خودشون رو پیدا کردن و با کپی کردن ساختار شکلی گرفته و مرتب مافیا تونستن یه سیستمی برای خودشون به وجود بیارن که درآمدزایی نسبتا قابل توجهی داشت. یکی از دلایلی که سیاه‌پوست‌ها و لاتینوها اینقدر گرایش داشتن به سمت قاچاق مواد مخدر و توزیع اون و ایجاد پراستیتوشن رینگ ها این بود که تو اون بازه زمانی فرهنگ نژاد پرستی تو آمریکا خیلی غالب بود و امکان درآمدزایی از راه‌های عادی واسه سیاه‌پوست‌ها خیلی کار سختی بود. این مسیر ادامه پیدا کرد. این گنگ‌ها رشد کردن و درآمدزاییشون به سطحی رسید که نظر FBI پلیس فدرال آمریکا رو به خودش جلب کرد. پلیس فدرال با یه برنامه مشخص و یه سیستم تمیز و قوی وارد شیکاگو شد و رده‌های بالایی و میانی این گنگ‌ها رو دستگیر کرد. حدود سال 2000 دیگه چیزی از اون گنگ‌ها باقی نمونده بود. فقط یه مشت بچه 14-15 ساله باقی مونده بودن که زیر مجموعه این گنگ‌ها فعالیت می‌کردن و کارهای خرده‌ریزه این گنگ‌ها رو انجام میدادن. این بچه‌ها دیگه الگویی نداشتن که بخواد به اونا مسیر رو نشون بده. رهبری نداشتن که مشکلاتشون رو بدون خشونت و با پادرمیونی حل بکنه. و تنها چیزی که بلد بودن این بود که به جنگ رقیباشون برن و با فروش مواد مخدر مشکلات خانواده‌شون رو حل بکنن. بعد از این فروپاشی دیدیم که اون سیستم قدیمی از بین رفت و اون گنگ‌های قدیمی که بر مبنای یه چارچوب و یه ایدئولوژی شکل گرفته بودن کم کم تبدیل شدن به گنگ‌های کوچیک‌تر که بر مبنای یه مکان ساخته شده بودن. این گنگ‌های جدید معمولاً به یه بلوک وابسته بودن. امروز صحبتی که می‌خوایم بکنیم حول این جریان شکل می‌گیره. گنگ‌های کوچیک‌تر، گنگ‌های محله‌ای معمولاً جنگ بینشون از اینجا شروع می‌شد که توی محله‌های مختلف یه مکان مشخصی برای فروش مواد مخدر وجود داشت. یه چیزی که ما بهش میگیم پاتوق اصطلاحاً. این مکان‌ها منبع درآمدزایی بزرگی بودن و معمولاً هر 3-4 تا بلوک یه محل مشخص اینچنینی داشت. بعد از اینکه این گنگ‌های کوچیک به وجود اومدن، جنگ اساسی برای انحصار و تصاحب اون مکان‌ها و اون پاتوق‌ها بود. چون هر کسی که انحصاراً اون پاتوق رو به دست داشت، میتونست درآمدزایی خیلی بیشتری داشته باشه و با اون درآمدزایی زندگی بهتری داشته باشه. اینجا یک کات میزنیم و میریم سراغ صحنه هیپ هاپ شیکاگو. از سال 2000 تا 2010 قبل از به وجود اومدن دیریل. صحنه شیکاگو همیشه تاثیر خیلی زیادی از صحنه رپ جنوب آمریکا داشته و تفکیک دادنش بین صحنه رپ جنوب آمریکا و صحنه شیکاگو یه مقدار سخته، مثلا تو اون بازه زمانی اگه بخوام بهش نگاه کنیم. امروز زیاد به این قضیه نمیخوام بپردازیم. امروز سراغ یه نفر خاص میریم، پکمن، یه رپر از محله دروسیتی که برای اولین بار کلمه دریل رو به کار برد توی یکی از آهنگاش. دریلی که پکمن به کار برد برای اشاره به یه سبک موسیقی نبود. دریل پکمن صرفاً یک کلمه بود، یک اصطلاح بود که به معنی انتقام‌جویی از گنگ‌های رقیب به کار میرفت. و زمان برد تا اینکه این کلمه تونست توی شیکاگو جا بیفته و کم کم به این چیزی که امروز میشناسیم تبدیل بشه. اینجا یک کاتی میزنیم و برمیگردیم به موضوع قبلیمون. همونطور که گفتم گنگ‌های کوچیک‌تر شکل گرفتن و اون جنگ بین گنگ‌های بغل هم به وجود اومد. امروز در مورد 3 تا بلوک صحبت می‌کنیم. بلوک 63م، 64م و 65م کینگ درایو. بلوک 64م یا اوبلاک به خاطر آرتیست‌های معروفی که تو سبک دریل ازش بیرون اومده شهرت داره. میریم سال 2010، سالی که یانگ چاپ یا آهنگساز و چیف کیف با هم آشنا شدن. یانگ چاپ کسی بود که میخواست امضاش رو توی موسیقی شیکاگو جاودانه کنه و با اینکه الهامش از موسیقی جنوب آمریکا انکارناپذیره، ولی اون بی‌پرده بودن، اون خشونتی که توی بیتاش بود و اون ایتویتای کوبنده‌ای که به کار می‌برد باعث شد که یانگ چاپ بتونه خودش رو از بقیه پرودوسرهای شیکاگو جدا بکنه. و در مقابل چیف کیف رو داشتیم، یه بچه 15-16 ساله که بدون سانسور بی پرده درد و استرسش رو میریخت روی موسیقی، میریخت روی بیتی که یانگ چاپ درست میکرد و حرفی واسه ارائه دادن داشت که ما تا حالا ندیده بودیم. این بی پرده بودن و بدون سانسور بودن چیف کیف واسه دستیابی به مخاطب عام ساخته نشده بود. صرفاً چیف کیف از این پلتفرم استفاده میکرد تا بتونه رقیب‌هاش رو اذیت بکنه، به کسایی که تو گنگ‌های رقیبش کشته شده بودن بی‌احترامی بکنه و اونها رو تهدید بکنه. صرفاً یه وسیله بود واسه اذیت کردن دشمناش. ولی این وسیله کم کم دیدیم که چشم مخاطب عام رو به سمت خودش جلب کرد. مخاطب عام منظورم مخاطب بین‌المللی نیست. چیف کیف تو مرحله اول فقط تونست تو محله خودش طرفدار پیدا بکنه و بعد توی شیکاگو به شهرتی برسه. یکم که جلوتر رفتیم تو سال 2012 با ترک‌های لاف سوسا و I don't like دیدیم که چیف کیف
تونست شهرت خودش رو به سطح ایالت برسونه. ترک I Don't Like ترکی بود که به گوش کانیه وست رسید. کانیه وست رپر شیکاگویی معروف که هممون میشناسیم، کسیه که همیشه گوشش نزدیک بوده به صحنه هیپ هاپ شیکاگو و اون شهر مادریش رو هیچ وقت به معنای واقعی ترک نکرد. کانیه وقتی که ترک I Don't Like چیف کیف رو میشنوه و با اون ایده مواجه میشه، تصمیم میگیره که باهاش همکاری بکنه و توی کامپیلیشن آلبومی که تحت لیبل کانیه یعنی گود میوزیک میاد بیرون، یه ریمیکسی از این ترک رو ارائه میده که بیگ شان، پوشاتی و کینگ لویی به همراه کانیه توی این ترک حضور داشتن و این ترک باعث شهرت ملی چیف کیف میشه و جلوتر میبینیم که اینتراسکوپ با چیف کیف قرارداد میبنده و اولین آلبوم استودیویش به اسم فاینالی ریچ رو تحت اینتراسکوپ به انتشار میذاره چیف کیف و این باعث میشه که چیف کیف به شهرت بین المللی برسه و به یکی از تاثیرگذارترین رپرهای دهه اخیر تبدیل بشه. میریم جلوتر. چیف کیف با این اتفاقایی که افتاد صحنه دریل رو به وجود آورد. تونست اون بی پرده بودن، اون بدون سانسور بودن و اون هیچ قید و بندی نداشتن رو به اشتراک بذاره و کم کم دیدیم که آرتیست های دور و برش به همراه چیف کیف شروع کردن به موج دریل سوار شدن و به شهرت رسیدن و به پول دست پیدا کردن و همه با هم از شیکاگو خارج شدن و در لس آنجلس ساکن شدن. چیف کیف کم کم خودش یه مقدار به حاشیه رونده شد و به خاطر اون درد و استرسی که تو خیابون‌های شیکاگو تحمل می‌کرد مجبور شد به اعتیاد رو بیاره و آرتیستای مثل لیل درک، فردو سنتانا و لیل ریس توی سال 2014-15 کم کم جای چیف کیف رو روی تاج و تخت دریل گرفتن. همزمان می‌بینیم که یه سری آرتیست دیگه از شیکاگو دارن میان بیرون. واسه فهمیدن اینکه اونا چه اهمیتی دارن باید به اون مجموعه آدم‌هایی که دور و بر چیف کیف بودن یه اشاره‌ای بکنیم. لیل درک، لیل ریس، فردو سنتانا و چیف کیف همشون از یک محله به نام اوبلاک میومدن بیرون. همه این آرتیست ها بلک دیسایپل یا بیدی بودن. در مقابل توی بلوک 63 کینگ درایو که یه محله جیدی، یه بلوک جیدی یا گنگستا دیسایپل، آرتیستایی مثل اف جی داک، ووسکی و دوسکیدمن رو داشتیم. آرتیستایی کم کم داشتن سر و صدا به پا می‌کردن سال 2014 و دیدیم که بالاخره هیت اف جی داک به نام اسلاید اومد بیرون و با همراهی 21 سویج تونست به شهرتی دست پیدا بکنه. اینجا چیف کیف وارد میشه. چیف کیف نشون میده که هنوز اون دشمنی‌های قدیمیش رو فراموش نکرده و با استفاده از کانکشن هایی که توی هالیوود داره، از همکاری بقیه آرتیست‌های هالیوود با اف جی داک جلوگیری میکنه و نمیذاره هیچ آرتیست گنگستا دیسایپلی به اون شهرتی که چیف کیف داره برسه و به مین استریم وارد بشه. زمان میگذره، کم کم میبینیم که موج دریل شیکاگو فروکش میکنه و شیکاگو دیگه اون سر و صدای قدیمی رو نمیتونه به پا بکنه تا اینکه میشه سال 2018 و کینگ وان از زندان آزاد میشه. کینگ وان اسطوره اوبلاک، اسطوره شیکاگو و اسطوره دریل، کسیه که اون احترامی که خیابون‌ها واسش قائل بودن باعث شد که به محض ورود به موسیقی یه مخاطب مشخص و عظیمی داشته باشه و کمک لیل درک هم در این کنار نباید نادیده گرفته بشه. در حال حاضر از سال 2018 تا 2020 که توش هستیم، لیل درک و کینگ وان افرادی هستن که تونستن صحنه دریل شیکاگو رو زنده نگه دارن و با همکاری‌های های پروفایلشون مثل همکاری لیل درک با دریک که حدود 1-2 ماه پیش انجام شد، تونستن این صحنه و اسم این صحنه رو زنده نگه دارن. این بود داستان دریل شیکاگو و اتفاقی که واسه این صحنه از شروع تا به حال افتاد. امروز میخوام یه مقدار بیشتر صحبت بکنم در مورد کلا صحنه دریل، مفهوم دریل و فضایی که دریل توش فعالیت میکنه. دریل کم کم داره شهرت جهانی پیدا میکنه و به همراه اون به ایران وارد میشه. یه سری آرتیستا رو میبینیم که تحت تاثیر اکثرا یوکی دریل شروع به فعالیت کردن و به نظر میاد تصویری که از دریل تو ایران دریافت شده صرفا یه نوع بیت یا یه نوع فلو یا یه نوع اصطلاح، یه نوع چجوری بگم، چارچوب زبانیه. در صورتی که وقتی دریل رو به این اجزای تشکیل دهندش میشکنیم خیلی چیزا رو از دست میدیم. دریل فقط یه نوع موزیک نیست، دریل فقط یه نوع فلو نیست، دریل یه طرز فکر، دریل یه چارچوبه که این آرتیست‌ها توش فعالیت میکنن. دریل جاییه که آدم‌هایی که جامعه تلاش میکنه از همه پنهونشون بکنه بالاخره میتونن حرف بزنن. دریل جاییه که افرادی که جامعه اونها رو به گوشه رونده میتونن توش حرف بزنن. دریل صدای گم شده هاست. دریل صدای کسایی که هیچ رهبری نداشتن، صدای بچه‌هایی که جز درد و استرس هیچ چیز دیگه‌ای رو درک نکردن. دریل جاییه واسه کسایی که هیچ کس بهشون توجه نمیکنه. توی دریل فریاد این آدم‌ها رو میشنویم. فریاد به معنای ناله یا غر زدن نه، فریاد به معنای بی پرده، بی سانسور و بدون هیچ قید و بندی ارائه کردن واقعیت.
دریل جاییه که این انسان‌ها میتونن محیطی که توش زندگی میکردن و تجربه هایی که دارن رو بدون هیچ چارچوبی به دنیا ارائه بدن و دنیا وایساده و داره این صحنه و این پس زمینه رو میبینه. دریل برخلاف چیزی که خیلی‌ها فکر میکنن قرار نیست راه حل باشه. دریل طرح مسئله است. خب این بود آیتم من توی این اپیزود از 100 با زیر زمین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه ایده‌ای دارین واسه آیتم من تو اپیزودهای بعدی لطفاً تو کامنت ها به اشتراک بذارین. لینک یوتیوب من رو میتونید توی دیسکریپشن ببینید و پیج توییتر من هم لینکش توی دیسکریپشن هست. همشون آدرسش جوانیم ویله. و اینکه من تصمیم گرفتم از این به بعد هفته یه جمله ارائه بدم. جمله این هفته hold the wap if you really love me. همین دیگه. دوست داشته باشین همو بریم سراغ ادامه برنامه. بانگ بانگ بانگ. خیلی ممنون که همچنان دارین 100 با زیر زمین رو تماشا میکنین. آیتمی که دیدین 2 قسمت به برنامه اضافه شده. امیدواریم که دوست داشته باشین و با تشکر از حامی مالی برنامه‌مون سیگنال بدم، مجموعه سیگنال بدم که کارشون درباره مشاوره توی بازارهای جهانی فارکسه. خیلی مهمه که کارشون چیه، چون من بعضا دیدم چیز عجیب غریب در مورد کارشون میگن، عجیبی میپرسین و اینا. خب بریم سراغ بخش زرد 100. اینجاست که تو اینستاگرام میخواد جدا بشه. آین یه مسئله‌ای ما توی قسمت قبلی داشتیم با بچه‌ها صحبت می‌کردیم. رضا یه فکت جالب گفت، اونم که گفت من توی مجاز بودم. یه مهمون دیگه هم گفت حذف. یکی دیگه از مهمونامون گفت که حذف کردیم کاری ندارم. گفت من توی مجاز بودم و نشد که تو مجموعه باشم و کاری ندارم. میخوام ببینم که تو هم تو مجموعه بودی؟ من فکر کنم یک سری بچه‌ها بودن تو مجاز و حالا یا نشده بگن یا چون ورسشون تو مجاز نیومده طبیعتاً شنیده نشدن. چیزی که من یادمه از چندین سال پیش با صحبتایی که حالا مهدیار سروش اینا میشد، قرار بودش که از نسل جدید هم توی آلبوم مجاز باشن که اینقدر طول کشید دیگه شما نسل جدید نبود. نسل جدید به نسل کهولت تغییر یافت. و آره همشون یه آلبوم دادن. آره دیگه همشون این چیزه. و آره منم توی ترک با حالا میگم اسمش امید صفیر بودم چون گفتم شاید خودش نخواد بگه، ولی توی ترک با امید بودیم. حالا اون ترک هست تو آلبوم؟ نه هست. لیریکسش تو مجاز هست همچنان. تغییر کرده. نه اصلا توی بیت حسن بود و نه اصلا شعرش هم عوض شد. آره اصلا همه چی عوض شد. شعر دیگه تو مجاز هست. نه و در جریانی که چه اتفاقی افتاد که این همکاری صورت نگرفت، یعنی چیزی است که بخواید بگید؟ والا فکر کنم دیگه تابلوترین چیزش اینه که ما از چیریک اومدیم بیرون و طبیعتاً چون دیگه جزئی مجموعه ملتفت نبودیم و حمایت‌های اشکون فدایی هم نبود، حمایت‌های ملتفت هم نبود و ما هم خط خوردیم با جزء کسایی که ارتباط ندارن بچه‌ها ملتفت. من نه آخرین سری دعوایی کردیم تو توییتر. آها آره اونم باز توییتر میدون جنگ مقاله. ولی آره نه یه صحبتیش اون یه سری اختلافات مشکل حل شد، ولی نه مشکل حل نمیشه چون یه سری به نظرم قدیایی داره ملتفت که تو اونو خودش نخواد تو خودش حل کنه، اصلا بقیه نمیتونن کمک کنن بین خودشون. یه چیزایی که ما بی‌طرفیم، من اصلا سرم گفتم این وام جا برای همه هست. ما هم میدونیم دعوتتون کردیم و نیومدین. آره من از این فرصت هم میتونیم تشریف بیاریم، قدمتون روی چشم ما، رو سر ما تشریف بیاریم بشینیم صحبت کنیم. آقایون اینجا محل تعامل و صحبت کردن، محل یه طرفه به قاضی رفتن نیست. ما استقبال میکنیم تشریف بیاریم تو برنامه ما. شما بگین اصلا ما چی بپرسیم ولی تشریف بیاریم. خیلی وقت داشتی در مورد ترک صحبت میکردی و اینکه ارتباط نداری دیگه؟ نه ارتباطی که ندارم با اون ترک هست شد. حالا نمیدونم رز رو هم، ولی احتمالاً اون هم جزو سیاست‌های ملتفت بوده که به هر حال حذف بشه. و خب در نهایت من به نظرم آلبومی که اومد بیرون خیلی میتونست با آدم‌های مختلفی که تو مجاز اصلی و اورجینال بودن خیلی بیشتر آلبوم شنیده شه و از این حالت خشک سیاسی آلبوم در اصل. خودت مجاز دوست داشتی؟ من نه، من مجاز چیزی نبود جز اون یه ترکی که در واقع دوست داشتم و بارها گوش دادن منکیم بود. اونم به دلیل اون ملودی که اون وسط اومده بود و صرفا یکم از اون حالت رپ خشک در اومده بود
ترکی دوست داشتم از مجاز اون بود، ولی چیزی که واقعا بارها پلی کنم، تو ماشین بذارم، با دوست دخترم بخوام گوش بدم، اینو نه اصلا نیست. علی نظر تو درباره مجاز چیه؟ راجع به مجاز؟ انتظار نداشتم. سروش خیلی ادبیاتش خفنه. کلا من در حدی نیستم که بخوام درباره ادبیاتش نظری بدم، واقعا کارشو حرفه‌ای انجام داده. ولی در مورد بیت و اینا میتونم سلیقه‌ای یه چیزی بگم و اون اینه که من کارهای خلوت‌تر رو بیشتر دوست دارم. به نظر من کارهایی که خلوت‌تره هنر رپ کن توش بیشتر پیداست تا کارهایی که خیلی شلوغ میشه و میتونه آرتیستای ملودیک بیشتر استفاده کنه و به قول آیین همکاری‌ها بیشتر باشه. ولی سروش دیگه مخاطب خودشو داره، همون کسایی هم که جریانایی رو که در موردش صحبت میکرد و درک کردن، حال کردن و پالس مثبت دادن. منم رسپکت دارم به مجموعش، فقط این که اینطوری نیست همیشه گوش بدم. من مثلا هیچ کس جنگل آسفالتو بیشتر دوست دارم، حتی بهرام 24 ساعت رو بیشتر دوست دارم. الان یه فاز دیگه شده که میگم من درک و شعور لازم برای فهمیدنش ندارم، تفاوت سلیقه است، ولی اونو در گذشته خیلی هست. آخرین بار کی با سروش صحبت کردیم؟ 13 سال پیش. هنوز با هم صحبت کردیم. هر جا هست موفق باشه. من که قلباً دوستش دارم، چرا که خاطرات خوب با هم داشتیم و به عنوان کسی که به من کمک کرده توی دوره‌ای و تأثیرات مثبت گذاشته توی پاپ، قابل احترام. خیلی خوب، از این سوالم بگذریم. علی جان خب حالا بریم سراغ بعدی. بچه‌ها دارن خنده های شیطانی 1 ساعت با زیر زمینی. عرض کنم به خدمتت که شما یه بار جیجی رو دیس، یه بار که چه عرض کنم چندین بار جیجی رو دیس کردی و خونه آخر باهاش همکاری کردی روی یکی از بیتاش. بله. چی شد که خانم جیجی تبدیل شد به همکاری با جیجی؟ من واقعا از اون ترک منظوری نداشتم، چون خیلی دیدم که قضاوت شد، گفتن نمیدونم ادبیات ضد زن داشتی و از اینجور چیزا. من خیلی به خانم‌ها احترام قائلم. مثلا صفمو نگاه کنید، همه هنرمندای خانم دارم کار میکنم. اصلا ما کلی رپکن دختر خفن خانم داریم که دارم فعالیت میکنم و من خیلی بهشون رسپکت دارم و دوستشون دارم. و خب زنها نقش عظیم و بزرگی تو جامعه دارم، من اینو میفهمم. اون کاره یه اشتباهی بود که از من در رفت و منظورم این نبود که بخوام مثلا اگه میخوام یه چیزی رو ضعیف کنم با واژه خانومی رو نشون بدم. منظور این بود که لهجت اون سمتیه بیشتر و بازم این خوب نبود که اینطوری گفتم، یعنی خوب بیانش نکردم. خودش نشونه رشده. چندم اون موقع این ترک اومده بود هیچ کس هیچ مشکلی با اسمش نداشت. به مرور این جامعه رشد کرد و اینجا رسیدیم که آره. معذرت میخوام اگه کسی ناراحت شده و واقعا منظوری نداشتم و اینکه حس کردم که این حاشیه‌ها مثبت‌تر بشه بهتره که اومدم روی بیت خود جی جی یه کار مثبت انجام دادم. گفتم حالا که دارن راجع به اون صحبت میکنن بیان راجع به این صحبت کنن تا بفهمن که اوه اصلا داستانی نیست. در حال حاضرم اصلا با هیچ کی داستانی ندارم. یه سری نقدا وجود داره که خیلی دوستانه است و واکنش جی جی خودش نسبت به همکاری چی بود؟ باهاش صحبت کردی؟ دوست داشت. اوکی جی جی حالا کاری ندارم به موزیکش، به محتوای موزیکش نقد وارده، اینا همه میدونن. ولی من شخصی باهاش صحبت کردم خیلی همه چیز کول بود و خودش هم دوست داشت و خودش هم کارو میکس کرد و شیر کرد و منم احترام متقابل گذاشتم. الانم که اصلا مشغول کار خودشه، زیاد در تماس نیستم. ولی این خیلی ارزشمند بود که جلو دوربین گفتی آقا من نسبت به این قضیه آقا تموم شه بره، چون واقعا کلی کار دیگه زحمت کشیدم از نظر محتوا که اصلا خیلی از رسانه‌ها حمایتش نکردن و دارم میگم او بکشین بیرون از اون چیزی که در تو دوباره یه دیسترک دیگه بدی، همه اون رسانه‌ها دوباره شروع می‌کنن. ببین حتی اگه دیسترک بیاد کلا خیلی پخته تر اتفاق میفته. میدونی یه چیزی بوده تموم شده رفته، اینقدر
بولش نکنید. الان شما مثلا برو کار آریا رو گوش کن، نمیدونم کار پیروزی رو گوش کن، زحمت دارم میکشم واسه اینکه محتوا رو تر و تمیز کنم. آخه چون کار دیگه غیر از این از من بر نمیاد. من باید برای جبران اشتباهاتی که کردم کار خوب بدم و از تجربه‌ام استفاده کنم و اگه هم اشتباهی کردم میگم معذرت میخوام، دیگه نمیتونم زمان رو برگردونم همه چی عوض کنم، نمیشه. خیلی هم عالی و ما یه سوال داشتیم درباره آره در مورد کانون صحبت کنیم. هر جفتتون توی مجموعه بودید. حضور علی هم یه ذره سورپرایز کننده بود برای همه. آره خیلی هم فیلم مثبت گرفت. ترکیب خیلی خوب بود. جفتتون توی مجموعه خوب بود. در مورد کانون صحبت کنیم. این که اصلا از اتفاقاتی که توش افتاد راضی بودید نبودید، احساس می‌کنید واقعا تونستیم قدمی برداریم برندارید، مثلا کلا اتفاقاتی که بعد کانون افتاد، فیدای مثبتی که برای هممون ایجاد شد، نظرتون رو در مورد این کانون به نظر من یه تجربه خیلی فوق‌العاده توی آلبوم دسته جمعی بلند فوق‌العاده و نه منظورم از فوق‌العاده منظورم که از کیفیت من فکر می‌کنم شنونده‌ها راضی بودن. حالا باز کانون واقعا جزو اسپاتلایت‌های چند سال اخیره و خیلی به نظر من خوب بود اینکه همه دور هم جمع شدیم، تونستیم با اینکه تفاوت عقیده، تفاوت نوع رپ، تفاوت در شعر همه چی داریم با هم باشیم. من خودم یکی دو تا از رپ‌خوانایی تو کانون هستن اصلا واقعا رپ‌خوان نمیدونم ولی هستن، کارشون شنیده شد، خیلی هم آدمای به فن خودشون رو دارن. اسم بیار گفتم نه اسم تو نمیخوام داستانش ولی مثلا که فن خودشون رو دارن، اصلا فرق نمیکنه حالا یکی قبول کنه ولی به هر حال داستان خیلی سعید زحمت کشید. من به نظرم یعنی من به چشم دیدم یه 2 سال فکر کنم علی هم شاهد بود که 2 سالی واقعا سعید پیگیری آره کردیم مستقیم 96 پادکست داشتیم با سعید میگرفتیم 96 گفت آره آلبومو دارم میاد واقعا که کار سختی واقعا سعید کار سختی که خیلی من ازش شخصا جلوی تشکر میکنم. خیلی واسه من خیلی ارزش داشت که بیاد ترک تو اون آلبوم داشته باشم و بتونم که ترک خودتو بخوای بذاری کنار، ترک محبوب تو کانونا بخوای اسم بیاری، سلیقه است دیگه. من 2 تا ترک رو خیلی خوشم اومد. یکی ترک علی رو خوشم اومد، اون حال و هوای یه جورایی دهه 80 رپ دهه 80ش به نظرم اومد رو و در این حال مدرن بود و سربم به خاطر اون حس و اون نحوه خوندنش خیلی من دوست داشتم. رکورد سرب ادامه داره، کماکان تو همه قسمت داره اسمش میاد. آره خب علی خودت بخوای در مورد کانون با هم صحبت کنیم. خیلی مجموعه خوبی بود. من دوست داشتم هر کسی جهان خودشو داشت. مال آیینم خیلی بودم، میدونی محتوای مشخصی داشت، تصویرسازی خوبی داشت. کلا من آیینو دوست دارم، کاراش خیلی باحاله. و اینکه سعید که خیلی زحمت کشید، میدونی این باز همون اتحاد است. یکی مثل سعید اومد همه این بچه‌ها رو دور هم جمع کرد تا با تمام تفاوت‌های عقیده‌ای که وجود داشت در یک مجموعه شرکت بکنن و یه حرکت متحد رو در رپ فارسی شکل بدن که این میتونه اصلا رو خیلی از عقیده‌های دیگه هم تاثیر بذاره. که شما میتونی حتی با یه تفکری مخالف باشی ولی بیای مجموعه بدی و حرکت‌های رو به جلو بزنی. من خیلی این حرکت رو دوست داشتم و به نظر من در حال حاضر یکی از بهترین آلبوم‌های آندرگراند. ترک محبوب خودت توی آلبوم بجز ترک خودت تو آیین، چون آیین از خودت تعریف نه من واقعا محبوب من رضا دوست دارم. ترک رضا دوست دارم. اینترو بود ترک. آره اینترو آلبوم اگه اشتباه نکنم اسمش صبور. همه کارا تو نوع خودش قشنگه. این رس کلا یکی از فیوریتامه. خیلی حالش. خب ما یه ذره سوالامون شرح شد چون از این ته رفتیم اون سر. خب درباره فروش و سرویس‌های استریم صحبت کنیم. خدا رو شکر، خدا رو 100,000 مرتبه شکر، روز به روز با این مخاطبای خفنی که رپ فارسی داره و موسیقی زیرزمینی تو ایران داره، روز به روز، هفته به هفته، ماه به ماه داریم بهتر و بهتر میشیم از لحاظ اینکه مشارکت مخاطبا توی خرید آثار، توی گوش دادن از طریق سرویس‌های استریم مثل ساندکلاود، مثل اسپاتیفای، مثل نظر شما چیه؟ والا راجع به فروش کار به نظرم فروش کار تو باید یه عددی داشته باشی، یه عدد قابل توجهی داشته باشی، اون رو حالا 1/10 کنی یا 1 تقسیمی کنی
پیش بینی کنی رو اون که آقا من احساس میکنم 500 نفر این 30,000 تومان ترک منو میخرن، که بعد بگه 5 تا یه مبلغی میشه حالا دیگه بعد آخه من حساب دیگه مثلا سیاسایی هم ترکشو 30 تومن گذاشت، منم مخالفم، ولی میگم ممکنه که آلبومش واقعا 30 باشه، ولی به هر حال گذاشتن. حالا این فروشه میگم من نمیدونم، من به نظرم خودمو مثلا حساب میزنم من عدد قابل توجه نیست، واسه همین حساب نمیکنم رو اون بخش فروشایی که تا حالا دوبار گذاشتم از فروش قابل توجه نبوده جز کانون که حالا یه چیز دست کردم. واسه همین من واقعا خیلی نمیتونم توضیحی بدم یا کمکی کنم در تو فروش، چون هنوز خودم میدونی تجربه فروش خیلی خوبی رو خودم نداشتم. خیلی آره حساب نمیکنم رو داستان. در مورد استریما چی موافقی که تو یه مخاطبا رو هول بدین؟ جالب کردی پیشگام شدی برای بستن کانال تلگرامت هم چند روز پیش. آره من احساس کردم دیگه خیلی احساس کردم اصلا حرفه‌ای نیست دیگه وقتی تلگرام هست و با اون بازدیدا و اون چیزای عجیب غریبش، ولی احساس کردم الان حالا میگه استریم ساوند کلاود که تازه شنیدم امروز فیلتر شد، ساوند کلاود، اسپاتیفای، دیزر، اپل موزیک، دستتون در نکنه. خیلی ممنونم فیلتر کنید یا ما هم فیلتر کنید تمام شد دستتون در نکنه. آره و همین من به نظرم ساوند کلاود و اسپاتیفای دیگه اصلی ترین چیزها برای در واقع همین استریم هایی که تو بتونی پلی کنی لایو میوزیک تو و حالا گوش بدی. من سایت دیگه ای نمیشناسم. و تو فوکوس ریلیز کارات سمت ساوند کلاود و اسپاتیفای خواهد بود؟ من سمت ساوند کلاود هنوز خودمو در اون حد نمیبینم باز آرتیست اسپاتیفای بشم، چون باز به نظرم یه عددی میخواد، یعنی تو باید به یک عدد قابل توجهی برسی که رو اسپاتیفای حساب کنی. فعلا من خودم رو ساوند کلاود بیشتر چیز می‌بینم. علی نظر تو چیه؟ تو چرا زیاد فروختی؟ یادم نبوده ولی در مقایسه با آیین بیشتر فروختی. این منطقی بود. از دو بیشتر. ببین نسبت به قبل بهتر شده. الان حمایت ترک ها حتی اندازه تولید کار نمیشه، این حقیقته، ولی برای فرهنگ سازیش باید این اتفاق بیفته تا نسل‌های بعدی بتونن برداشت کنن. این در مورد این جریان. در مورد شبکه‌های دیگه هم که باید همه باید باشن، میدونی، چون یکی از فازش تلگرامه، یکی از بیشتر میره ساوند کلاود، یکی ازش مثلا میره اسپاتیفای و این خوبه که مخاطب رو دعوت کنی به این جریان فرهنگی. من که دوست دارم و اگه آلبومی بخوام بدم این کارو میکنم. در حال حاضر اگه مثلا چیزی گذاشتم از مثلا سایت خودم بوده، مثلا یه حمایت اونم دلخواهی اینطوری نبوده کارو ببندم. به مرور میخوای این داستان فایل تلگرامی اینا رو بذاری کنار، درسته؟ همش باشه، من دوست دارم داشته باشم. آخه میدونی قضیهش اینجوریه که تو وقتی کار تو تلگرام میذاری طبیعتاً داری ناخودآگاه پلی ساوند کلاود یا جای دیگر هم میگیری از خودت. آخه ناگاه همینه، اول صحبتم گفتم یه سریا اصلا ساوند کلاود نیستن، فقط تلگرامن، یه سری دیگه فقط ساوند کلاودن، میدونی؟ خب اینجا این مسئله پیش میاد، اینجا مسئله پیش میاد که میگن خب آرتیست موظفه از نظر رسالتی که مخاطب خودش رو ببره سمت یه اپلیکیشن یا پلتفرم بهتر. بله اینم درسته. پس در نتیجه ساوند کلاود میسازه. خیلی خنده. یه مسئله‌ای در مورد رپ فارسی صحبت کنیم. من سعی می‌کنم این سوالو معمولاً از بچه‌هایی که یکم قدیمی‌ترن بپرسیم و الان خودت هم علی اینجایی چیزی که الان در حال حاضر به عنوان رپ فارسی داره شنیده میشه به نظر چه تغییری با اون تعریفی داره که روزهای اول از این جریان داشتیم؟ رو به جلو حرکت کردیم؟ اگه آره تا چه حد؟ و کلاً اتفاقات حال حاضر دنیا رپ فارسی رو به رشد می‌بینی یا نه؟ به سمت اندیشه حرکت کرده، به سمت تفکر حرکت کرده، به سمت مطالعه حرکت کرده، به سمت فرهنگ حرکت کرده، یه ساختاری به خودش گرفته که کاملا انسانیه، اما در کنارش هم هست چیزایی که مبتذل و غیر انسانی هست. خب کارهایی که محتوای تر و تمیزی داره که تکلیفشون مشخصه، اون آرتیستا احساس مسئولیت میکنن، دل میسوزونن. این واسه من خیلی مهمه که آرتیست اینو در نظر میگیره که کلامی که من الان دارم به کار میبرم تاثیر میذاره رو مخاطبم و
باعث یه رفتاری درونش میشه و این رفتار تو جامعه میچرخه و تبدیل به فرهنگ میشه. میدونی آخه یه اتفاق اینجا هستش که همیشه در برابر حرفی که شما زدی یه نظریه هم هست که میگه رپ نیاز به همه ژانری داره، نیاز به همه سبکی داره، همونطوری که نیاز به مثلا سبک اعتراضی داریم، خب نیاز داریم از مهمون. بله داره 100%. اما این مهمه که چطوری بخونی. میدونی چی میگم؟ این محتواشو باید درست بخونی. خیلی ها هستن مثلا لاو میخونن ولی توی کار لابه دارن اون کسی که براش میخونن اون تخریب میکنن یه جاهایی یا مثالهای اشتباه میزنن و الا چرا نباید آدم بخونه لاو؟ من خودم کلی تو زندگیم علاقه‌مند شدم، راجبش خوندم، مثلا بد نمیدونم اینو. آقا باید آدم شهامتشو داشته باشه، احساساتشو بیان کنه. قرار نیست همیشه من یه رباتی باشم که خیلی اجتماعی صحبت میکنم، اینجوری اصلا نیستم. این فاز کاملا راحت امکان داره امروز لاف بدم بیرون، فردا اجتماعی بدم بیرون، پس فردا یه چیز دیگه بدم بیرون. ولی مهمه که تمیز با ادبیات سالم اتفاق بیفته. و اگه خیلی از کارهای مبتذل رو هستن، دلیلش اینه که اونایی که خوب کار میکنن کار نمیدن. این سکوته مود شده. آفرین، خیلی چیز خوبه. میدونی الان چرا لاف هیچ کس نمیتونه لاف بخونه، از همه هم بهتر میخونه. تو آلبومش هم لاف خیلی خفن دید نشون داد. میدونید با مدرک صحبت کنیم. چرا کم تعداد کارا؟ چون بیشتر ریل به این جریان نگاه میکنه. میدونی میگه حتما باید یه شخصی حضور داشته باشه تا من این رو ارائه بدم. ولی من اینجوری نگاه نمیکنم. گاهی اوقات میگم میسازم اون فضا رو. و نیاز جامعه است باید باشه و این احساس مشترک خیلی طبیعیه. مثلا میگن چرا فلان کار لاف بیشتر جواب میگیره؟ شاید من مثلا چیزی که درونم هست توسط افراد کمی تو جامعه درک شه، ولی چیزی که بین ما احساس مشترک هست جریان‌های احساسیه. همه کسایی که اینجا هستن داستان احساسی داشتن و براشون جذابه که بشنون و اگه من ارائه ندم میرن یکی دیگر رو گوش میکنن. طبیعیه. میدونی واسه همین فکر میکنم که این خلا باید پوش. اینو ما قشنگ میذارم کنار این جریان هستش که میگه رپ یعنی اعتراض الا لله. یکی دیگه میاد میگه نه یه بودی نباید نگاه کرد. تمیز انجام دادنش مهمه. بسیار عالی. آین خودت بخوای در مورد این قضیه صحبت کنی به نظر در حال حاضر کجا وایسادیم؟ رو به رشدیم؟ به همین که علی گفت به نظرم کامل ترینه دیگه. اگه هنر تعریفش این باشه که چگونگی و فرم میشه هنر، که تو چگونه یک موضوع رو میگی. بله من عاشق یه نفرم، باشم خاطره دارم، حالا تو میگی چجوری اینو تعریف میکنی واسه من شنونده. مهمترین چیز اینه که الان ببین یه چیزو میتونم براش بگم. ما رپ‌کنای جدیدی که اومده من شخصا توشون هیچ چیز خاصی ندیدم مثل اون چیزی که من تو داریوش تو سرباز صفر دیدم اون سال اومد، یا حتی تو مزمن رز دیدم. یعنی یک چیزی که تو قشنگ بعد داره یه آلبوم 10 یه ترک 10 بس یونیک بودنه. منم نمیدونم این قضیه اینجوریه که همه دارن یک نسخه دیگر رو قطعا دارین. نه این حرف علی بگم بچه‌ها ناراحت نشین، بچه‌ها جدیدی که دارین میگین قطعا رپ کنه خوبم داریم، بسام چیز دیگه ایه. اون یونیک بودنه کمتر شاید شده. تکرار مکررات همون که میگی. خیلی هم عالی. خیلی این سوالمون خیلی چیزای خفنی گفتن جفتشون که من واقعا منتظر بودم یه نفر بگه. دستون درد. خب یه ذره فضا رو عوض کنیم. وقت آیتممون رسیده بچه‌ها. آیا من هی دارم نگاه میکنم پشت سر رو ببینم چقدر اینی که میبینین من یهو میرم اونوری برای اینه که باید ببینیم که تایم داریم برای آیتم یا نداریم. داریم. خب عرض کنم با تشکر از بچه پشت سر. عرض کنم خدمتتون که یه ذره فضا رو عوض کنیم. اگر برگردین عقب کاری هست که نخواین انجامش بدین یا تغییرش بدین؟ این تو بگو قبلی. من برگردم عقب کار آب و مترو رو نمیدم توی زندگی. حتی اینی که داشت میگفت خوب بود. من فکر کردم داریم این کاری که پشیمون. من کار آب و مترو رو نمیدادم، یعنی اشتباه کردم. به نظرم کار قوی نیست، نباید میومد. مترو هم دیگه 4 صبح اومد. نوار 4 صبح مترو دقیقاً به خدا 4 صبح داره. این تفسیر اشکن زمان داشت. آره این دوتا کار احساس میکنم روز کارهایی که نمیومد هم خیلی در کارنامه من این تاثیر خیلی چیزا بود. بیت آب با مزراب بود. بیت آب با مزراب بود. تو مشکل اصلا مزراب نیست، مشکل خود من بودم. از خروجی که خودت ارائه دادی راضی نبودم. خب حالا اگه بگیری عقب کاری هست تو زندگیت نخوای انجامش بدی؟
کاری تو زندگی که نه، یعنی انجام دادم و ببین برای خودم بگم راحت‌تر ذهن جا بیفته. مثلا ما مهمونی داشتیم گفتش که من شاید اگه برمیگشتم عقب دانشگاه نمیرفتم. از مرگ یه نفر یکی گفت شاید اگه برمیگشتم عقب از مرگ یکی از دوستام دیگه نوعی شاید میتونستم جلوگیری کنم. چیزی هست که دوست داشته باشی با مهمون با درونمون هم تازه شیر کنی ها، شخصی تو کاری نداره. والا نمیدونم، من اول علی اگه چیزی تو ذهن داره بگه، من چون الان چیزی تو ذهنم نیست بخوام بگم که علی تو چی؟ شما فکر کنم ببینم. این شکست‌ها جزئی از ما هم. یعنی ما باید اشتباه کنیم که بزرگ شیم. اینطوری نیست مثلا خب همه دوست دارن وقتی برگردن عقب تمام اتفاقات منفی زندگیشون رو مثبت کنن، جمع‌ها رو عوض کنن یه جاهایی، ولی همه این اتفاقات باید میافتاده تا یه پازلی رو کامل کنه تا امروز من تجربه‌ای داشته باشم بتونم معنی زندگی رو بفهمم. و جهانم جهان تضاده، خورشید هستش، ماه هم هست، آب هست، آتش هست، درد هست، خوب هست و همه اینا هستن و دارن این تضادها تکامل آفرینی میکنن. و منم تو زندگیم اتفاقاتی داشتم خوب و بد که همه اینا باید میافتادن و افتادن دیگه. یعنی تو بخشی از زندگیت نیست که بخوای حذف کنی، درسته؟ من میخوام یادت چی افتادم، ما عیناً تو مسابقه با رضا این قضیه رو داشتیم و خود رضا گفت من اصلا کاری ندارم، هر چی بوده عشق بوده، تموم شد. خیلی جالب، شبیه بودن ایدئولوژیاتون رو داشتم میگفتم و میام داشت فیوریته دلیلش اینه که باورا اینجا پیدا میشه. آیل تو چیزی به ذهنت رسید؟ من فکر کنم میتونستم مثلا یه سری تو یک سالهای از زندگی معاشرین بهتری داشته باشم. معاشرین یعنی آدمایی که اطرافم بودن میتونستم بهتر انتخاب کنم. و آیل در مورد حذف یک دو تا ترک هم صحبت کرد. علی خودت چی؟ حقیقتش که خیلی کارا رو حذف می‌کردم. اصلا ناشی از ضعف تو نیست، ناشی از که خیلی سال داری کار می‌کنی. ببین مثلا آیل تایم کاریش کمتره و ترکایی که ریلیز کردم کمتره و راحت میخوب این ترک تو چون خیلی سال داری کار می‌کنی. تجربه بوده دیگه. من احساس مسئولیت می‌کنم الان نسبت به حرفی که می‌خوام بزنم تو موزیکم، ولی اون دوره نمی‌کرد. گفتم دارم یه چیزی رو میگم، مثلا لازم نمی‌بینم همه تاثیر بگیرن. من نه الگوام نه اسطوره‌ام نه مثلا هنرمنده مثلا، نه اصلا این خبره نیست. من یه آدمم، اشتباهات خودمو دارم، حالا دارم با زبان رپ عقیده‌ام و تفکرام بیان میکنم. اصلا هم نمیگم 100% درسته. اصلا روزی که من نقد نشم اون روز مردن من. یعنی من باید نقد بشم. مگه میشه من اشتباه نداشته باشم؟ من تو همه کارام اشتباه هست. اصلا من هیچ کار کاملی ندارم. من هنوز از خودم 100% راضی نیستم. یعنی اگه بخوای بگی حذف کنه، اوکی یه بعد دیگه هست، بخوام یه جواب دیگه از این بعد بدم، همه‌شو حذف می‌کردم. جدی میگم. فکر کنم امروز میتونم یه چیز بهتری ارائه بدم. خیلی عالی. خب عشق است. سوال بعدی بریم. کموکان توی این سوال یه جوری تفاوتمونه. خب اجازه بدید بریم آیتم ببینیم، بریم بعد از برگشت خیلی کوتاه در خدمت. خیلی ممنون که همچنان دارین یک ساعت بازی زمین تماشا میکنین. بحثمون خیلی جذاب شد. بله 100%. آیتمی هم که دیدین متعلق به بچهای سیگنال بدن بود. بچهای سیگنال بدن هم توی سایتشون برای اینکه آموزش ببینین 3 تا پکیج مختلف دارن. پکیج 0 تا 30 تا 70 تا 30 فکر میکنم، امیدوارم اشتباه نگم. پکیج 0 تا 30 شون رایگانه. اگه که دوست دارین که یه سری چیزهای اولیه رو درباره فارکس و بازارهای فارکس و نوع معاملات فارکس بدونین، میتونین به سایتشون مراجعه کنین که این زیر signalbedam.com. بعد یه ثبت نام جزئی کنین و پکیج رایگان 0 تا 30 رو ببینید و امیدوارم که به نتایج خیلی بارها شده میپرسن آقا این سیگنال بدم چیه؟ بابا برید ببینید دیگه. یه سایت رو ببینید به خدا همه چی مشخصه. خب. یکی میگه قماره، یکی میگه خب برو ببین. نه بته نه قمار، هیچی نیست. همون بورسی که شما تو ایران میتونید سرمایه‌گذاری کنید اونم میتونید سرمایه‌گذاری کنید. خیلی چیز راحتیه. بریم ادامه. بسیار عالی. کماکان تو سوالام هستیم ولی دیگه به قول قسمتی که گفتم نفس‌های آخر برنامه است.
این فکر کن امروز روز آخر دنیاست و هممون هم قراره یهویی سر یک اتفاقی ناکوت شیم، حالا هر چیزی، شهاب سنگ، هر چی. لایف استایل روز آخرت چیه؟ چیکار میکنی؟ من چون پدرم فوت شده فکر می‌کنم با مادرم با مادرم بگذرونم تایمم کامل. آره یعنی بدون خیلی عالی. فکر می‌کنم. علی تو چی؟ منم قسمتیشو با مادرم میگذرونم، باقیشو فقط میدوام. میتونی امکان جواب دوستانم با آدرنالین برم. سوال ادامه داره. در حین دویدن یهو همه چی تموم میشه. عجیب ترین سوالی که گفتیم نجوب میخوام. آره نجوا گفت میخوام. میخوام. باش. دنیا تموم. خیر میخوام. و یک سوال دیگه، اگر که رپر نمیشدین و مجبور بودین یک شاخه از هنر رو انتخاب بکنید چه شاخه‌ای رو انتخاب می‌کنید؟ البته شما به صورت خانوادگی یادتون آره ما یه جوری ولی خب حالا خود من باید باشه، ولی من کارگردانی یه فیلم رو کلا خیلی دوست دارم و فیلمم خیلی میبرم، حالا چه اروپا باشه چه هالیوود چه ایران. در هفته محبوب تو باشه 5 تا فیلم محبوب چون میپرسن بعد 5 تا فیلم محبوب ایرانی. خارجی من اخیراً جوکر خیلی اون تاثیر گذاشت، قسمت دارکی که دیدم خیلی حال کردم. فیلم مرثیه برای یک رویا که ریکوین فور ا دریم هستش، اون خیلی دوست دارم که قدیمیه. حالا 5 تا خیلی زیاد بدن چیزی که به ذهنم میاد. حتما به ذهنت میاد. یه کارم کوبریک داره به نام آیز وایت شات. بله ترجمهش اینه که چشمان نیمه بسته، کاملا بسته، ما نفهمیم. الان این سه تا چیزایی که تاثیر گذاشته تو زندگی من. سریالم خیلی میبینم. آخرین سریالی که دیدی چی بود؟ اوزارک. خب دیدم و یه دونم بکنم اوزارک فعلا هنوز چیزی نیومده که بخوام دنبال کنم. ایرانی هم که آخرین که دیدم همگناه بود که بسیار لذت بردی. من خیلی لذت داشتی بحثی رو با آیین میگفتی، من همین گفتی. خب علی تو چی اگر رپر نمیشدی و یک شاخه از هنر رو مجبور بودی انتخاب کنی؟ سفالگری. عاشق اینجوری. ببین نفر اول نیست، خیلی عجیبه. نفر اول نیست که داره درباره سفالگری یعنی تعادل میده انجامش به روح آدم تعادل. علی هر کی تو این برنامه نشسته به هر قسمت یه نفر گفته همه تو این سفالگری و مجسمه سازی و هنرهای دستی دارن. خیلی حال میده هستمش. احساس کنم تایم داریم یکی از سوالایی که حذف کردیم رو بگردونیم. ما حین اینکه می‌بینید گاهی داریم خطی می‌کنیم، جای سری سوالا رو داریم حذف می‌کنیم، سری سوالا رو اضافه می‌کنیم و الان احساس می‌کنم تایم داریم در مورد مسئله مهمم صحبت کنیم. آیا به نظرت نیاز حال حاضر، اصلی ترین دغدغه، اصلی ترین مشکلی که حال حاضر تو رپ فارسی داریم چیه؟ تو یک فعال تو این جریان در موردش صحبت کن. چی داره بیشتر از همه اذیتت می‌کنه؟ چی رو باید حل کنی؟ همون که خودت گفتی. به نظرم متفاوت نبودن، تکرار مکررات، یک چیز رو به صورت معمولی یا خوب ارائه دادن و به نظرم فکر میکنم، نمیخوام قضاوت کنم ولی کلا من به نظرم 3 تا چیز خیلی واسه شعر و رپ فارسی خوبه. یکی مطالعه، یکی فیلم، یکی معاشرت با بزرگتر از خودت. اینا رو من فکر نمی‌کنم رپ کنون حداقل به صورتی که باید داشته باشن. یعنی 3 مورد رو مثلا مطالعه که من خودم هم اهلش نیستم و خوب نیست که باید باشه. فیلم که خب در دست هستن همه میتونن. معاشرت هم بزرگتر که اصلا یه چیز عالیه، یعنی اصلا یه تأثیری داره که خیلی فرق داره، اصلا نگاه تو رو به دنیا عوض کنه. اینو نداره رپ فارسی هنوز داره با اون چیزی که داشته از قبل نوشخوار میکنه، هی اونو میاره بالا فعلا، هی اونو میده. میگم چیزی هم فعلا که مو به تن آدم. باز در مورد بچه‌ها جدیدتر صحبت کردید، سوال تو سوال هم میشه ولی در موردش صحبت کنیم. تو خودت با بچه‌های جدیدتر صحبتی کردی؟ چرا این سوالو دارم میپرسم؟ چون وقتی بحثش باز شه قطعا شاید یک رپ کنه جدید این برنامه رو ببینه و بگه خب تو خودت در دسترس نبودی. شاید اگه تو در دسترس بودی من با تو صحبت می‌کردم در مورد این قضیه. آیا شده صحبتی بکنی؟ من جدیداً همین حالا این اواخر به نظرم دیسکورد اشکاناکایی که حالا ارتباط یه جورایی مستقیم‌تری با آرتیست‌ها هست، کما که میدونم یه سری آرتیست‌ها نخواهند اومد، حالا به دلیل غروری که دارن، به دلیل شاید وقتی که ندارن.
ولی به نظرم این یکی از راههای خوبه که خودم هم اومدم یکی دو بار صحبت کردم ولی باز به نظرم راهش این نیست. یعنی باز من بودم 1 ساعت تو چنل بودم، اومدم فریستایل کردم، بچه‌ها خوندن گفتن غیبت کرد، من از توش نمیتونم چیز مفیدی در آوردم جز اینکه همه دور همیم حالا باشیم دیگه. اینه یعنی اون ارتباطی که تو میگی آرتیست با مخاطب بگیره، 2 تا نکته آرتیست بگه، 2 تا نظر مخاطب ببره، من اینجوری نمیبینم. بود مشکل جغرافیایی داریم دیگه. بعد بگذاریم آقا علی تو بخوای نظرتو بگی. میشه یه چیز کلی بگم بعدش بپردازیم به جزء. به نظر من کلا جامعه‌ای که به تغییر فردی نرسه به تغییر فرهنگی نمیرسه و جامعه‌ای که به تغییر فرهنگی نرسه به تغییر کلی نمیرسه. در نتیجه از خودمون شروع کنیم. من باید بیام اول خودم رو دریابم، خودم رو مطالعه کنم. یعنی مثلا من چه حرکتی میتونم تو این جریان بزنم که مثبت و فرهنگی و تر و تمیز باشه. با این حرکت میتونم این رو توی مخاطبا و آرتیستای دیگه هم فرهنگ سازی کنم و به نوع خودم تاثیر بذارم که اگه مشکلی داره رپ فارسی این مشکلات بهتر بشه. این در مورد جریان راه حلش. اینکه بخوای بگی مشکل رپ فارسی چیه، خب خیلی زیاده. میدونی این یه بحث خیلی بزرگی به وجود میاره. ولی خوبه که آرتیستا آگاهی بدن، مخاطبا درک کنن، حس خوب بدن و اتحاد این دو جریان با هم بیشتر باشه. موقعی که این اتحادا پررنگ‌تر باشه، خود به خود خیلی از جریانا هم میرن بیرون. این آکو مثلا موقعی که مخاطبا واقعا نسبت به این جریان احساس مسئولیت کنن که باعث حمایت کنیم، باعث اون اثر رو بخریم، این باعث میشه که اصلا آرتیست وارد خیلی از مسیرها اشتباه نشه. چون خیلی‌ها الان یه بحث دیگه باز شد، من باهاشون صحبت کردم اینطوری نبود از رو سیری بخوان کاری کنن، واقعا محدودیت داشتن، مسئولیت داشتن. باید دیدیم مسئولیت چقدره. مثلا یکی هستش خرج خانواده‌شو میده، یکی هستش زن داره، میدونی، یا اینکه قرض داره، قسط داره، 1000 تا داستان دیگه. خب حالا اون کسی که اون مشکلات نداره از پنجره خودش میبینه، میگه که مثلا خب من این کارو نمی‌کنم، چرا تو داری می‌کنی؟ چی میگم؟ من نمیخوام اینجا بگم اون کار غلط درسته، میخوام این درکی بدم به جریان. چون من فکر میکنم مشکل اصلی اینه که ما اما اصلا درک نمی‌کنیم، ما همو دوست نداریم هنوز، میدونی؟ اون عشق تو جریان اندازه روزای اول نیست. ببین همه چی مثلا این اینترنت اومده، اینستاگرام اومده، فالو آن فالو، کامنت، فاز، یا آدما سر فالو آن فالو امکان داره کلا رابطه‌شون کات شه. خب و این خیلی مسخره و دردناکه، میدونی؟ اصلا اشتباه شده جریان. من اون دوره رپ فارسی رو دوست دارم که همه چیز دلی بود، میشستیم دوره هم، پول زیادی تو جیبمون نبود، در حد کرایه تاکسی، ولی حالمون خوب بود. پس من خربار پول داشته باشم حالم خوب نباشه اصلا نمیتونم زندگی کنم. و الان قسمتیش خیلی درگیر تجارت‌های مخرب شده. این یکی از مشکلاتیه که وجود داره. قسمتی دیگهش درگیر آرمان هاست و این خوبه که درگیر یک مفاهیمی باشه جریانت. منکر درآمدزایی بشیم اینا. نه اون چیزی که فرهنگیه که حقشه، اصلا هنرمند زحمت میکشه باعث حمایت شه، اصلا در مورد این جریان بحثی نیست. موضوع اینه که این درکه باید بیشتر وجود بیاد و خیلی ها مثلا در مورد اتحاد میگن، اینم میخواستم بگم الان یادم اومد. یه سری اتحادهای آرمانیه، میدونی، یعنی آرمان اونایی که اون اتحاد رو میسازه. یه سری ها اصلا هدفشون از خوندن تجارته، هیچ وقت اون تجاریه نمیتونه با اون آرمانگرای کاملا چف شه و این جریانات وجود داره. و به نظر من همه باید به شناخت فردی برسن، تکلیف خودشون رو به خودشون مشخص کنن و اینو بدونن که بابا خودشونن، هر کی خودش میتونه کلی خفن باشه. همه آدمای تو دنیا هر کی کاراکتر خودش رو پیدا کنه میتونه خیلی خفن باشه. من اصلا دوست ندارم جای هیچ کسی باشم، دوست دارم جای خودم باشم، خودمو پیدا کنم و میپذیرم تمام نقصام و اشتباهام و جریانم.
امیدوارم که به پذیرش برسه تا این تغییر هم توی پاپ وجود بیاد. در کل عشق. بسیار عالی. چیزی هم اضافه کنم، دستتون درد نکنه هر روز ما رو محدودتر میکنید. خیلی ممنون. خب هر چیزی صحبت میکنیم آخرش به محدودیت اجبار و یه جبری میرسه. خیلی مرسی. گفتگوی ما تقریبا به پایان رسید. ماییم و اون آیتم حرف آخر از طرف من و علی دیگه باید به خدافظیامون انجام بدیم. خیلی مخلصیم. یه سری سورپرایز در راه داریم. البته همه مهمونام سورپرایزن، ولی یه سری سورپرایز خوب براتون خواهیم داشت تا قسمت 10 11 شاید هم 12 نمیدونیم. امیدواریم که هر جا هستین تو این وضعیت و بلبشو و این اتفاقایی که هر روز صبح حال هممون رو بد میکنه، هر روز صبح، هر روز شب، هر روز ظهر، حالتون خوب باشه. ماسک بزنین، بیرون میرین، مراقب خودتون باشین هر جایی که هستین. آره. همین حرفایی که علی گفت از طرف منم یه بار داشته باشید و از طرف ما خداحافظ. میریم، مهمونامون هنوز در خدمت شما هست. خداحافظ. خیلی مخلصیم. اول از همه ممنونم از خانواده یک ساعت با زیر زمین. مرسی که انرژی مثبت دادین. مرسی هم مخاطبین عزیز و مرسی که ما رو تحمل کردین. یه جایی اگه بیانمون بد بود، حرفمون خوب نبود، معذرت می‌خوایم. چیزای خوب بهمون یاد بدین، ما هم سعی می‌کنیم چیزای خوب بهتون یاد بدیم. در تماسیم، کارامون یاد و میتره کنیم و تمام. والا حرف آخر همیشه یه حرفیه که باید شیرین باشه و انرژی خوبی به همه بده. من فکر میکنم که تنها نکته‌ای که میتونم بگم اینه که سعی کنیم شنونده‌های قوی‌تری باشیم، زود راضی نشیم هر چیزی که میشنویم. و مورد دومی که اگه من به عنوان کوچکترین عضو رپ فارسی نظر خودم رو در مورد یک سری آهنگا میگم، به خاطر اهمیتیه که اون آهنگ و اون آرتیست دارن، هیچ به خاطر کلکل یا بد اومدن یا حسادت نیست. و امیدوارم که همه بپذیریم چیزی که هستیم. مرسی.